با سلام، صادقی هستم. امروز با یک سوال دیگر در خدمتتون هستم. معنی این دو تابلوی راهنمای رانندگی A و B چیست؟ گزینه A: هر دو تابلو به معنی پارک ممنوع هستند. گزینه B: تابلوی B ایستادن ممنوع، تابلوی A پارک ممنوع می باشد. هر دو تابلو به معنی ایستادن ممنوع هستند. گزینه C: گزینه B می باشد. تابلوی ایستادن ممنوع B توقف کامل و مطلقاً ممنوع است. حتی برای یک لحظه یا برای سوار یا پیاده کردن مسافر هم نمیتوانید توقف کنید. تابلوی پارک ممنوع A پارک کردن طولانی مدت ممنوع است، اما توقف کوتاه برای سوار یا پیاده کردن مسافر یا بارگیری مجاز است.